خیر بچه جون نزدیک تنجی سلامتی خوبه برو برو زندگی ها بیا رفتیم خب بیا سلام شد جه پیش بیا پیش بیا شکرین این براتک ایش بچه کیه؟ بچه خدمه اینا نگفت نه؟ این جوش هم هست فقط با واسطه دورو همه ایره یک گوره جراحی کرده نمیشه و دو جون مایده همه دمو رحمت میگم که سلامتیش خوب شد. انا یه بار دیگه دستور کردم که شیر بچه‌ها ببینن بعد حنود بخدم میگیم اینا نگاه رحیم پروداکشن. یک توصیه مفید برای شما: از ریختن موی سر تنقیسی میکشید، پس شامپونی تریچاپ برای شماست. ریشه‌های موی را سخت گردانده از ریختن باز می‌دارد. عصبانی هستید؟ گینکا بیلوبا برای آرامی عصب شما. روغن کدو و روغن سیاه‌دانه برای یز و ژلودکا و گاستریت. از پادرد و بغندت اذیت میکشید، پس توصیه ما منتلین، مز تایلند و ملحم میباشد. میخواهید که ریش و موی سری زیبا داشته باشید، از مینوکسیدیل استفاده کنید. رد گینسن و سمیونوان برای فربهشوی شما و از فرمای سونامد باشد داروی گیاهی برای ساختن دیابت، پروستاتیت، پوچکی، پیچند و غیره ها را برای شما پیشنهاد میکنم. این همه را شما میتوانید از مغازه زیارتشو دسترس نمایید، البته با رقم های روی اکران بوده. شفای کامل به همه شما. بارک الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانه آباد هستین. خداوند در خانه هر یک کدام ما و شما فیض و برکت زیاد باشد. دوستان عزیز، امروز ما تصمیم گرفتیم با ناحیه عبدالرحمن جامی دهه غلبه میریم با دیداربینی دادرچه عزیزی جان و جگری ما داوود جان که شما دیده بودین که دو پنجه چخل ورم کردگی بود، یک جراحیش گذراندیم، جراحی دیگرش موندگی. امروز ما را دعوت کردم با دیدار بیننم دادرچه عزیز و پدر مهربان، مادر مهربان و پدر داوود جان اکا عبدالکریم با دیدار بینی همونو ما با دهه غلبه میریم. راه دهه غلبه انا میخیل بین دو تکه خطی میره اگر بسیاری بد بره ایوان میبروی نه که میره طرف دست راست میگردید دهه غلبه میشه. امروز ما همراه همین نواربرده و دادر عزیزم احسان جان تصمیم گرفتیم میریم از حال و احوال زندگی داوود جان و هر یک شما قصه میکنیم و میبینیم که یکم جراحی چخیل گذشت بعد این نواری کردگی ما. آیا داوود جان دیگر دستش میتونه یگون چی حی کنه یا سلام یگون کار کرده میتونه یا نه؟ دوستان عزیز تا آخر برنامه ما رو همسفر باشین. میریم از حال و احوال برادران عزیز با خبر میشیم. دوستان عزیز ما رو همسفر باشین. مردم کوبش دهه غلبه میتونین دستگیری را ملت تاجیک فراموش نکنین. رفتین دوستان عزیز با ما باشین. بچه جون نزدیک تنجی سلامتی خوبه برو برو زندگی ها بیا رفتیم هیچ کنیست که داوود داوود خب بیا سلام شد جه پیش بیا پیش داوود جان سلام که آخری سلام که خطی داوود خیلی داوود عدد بچه ای مرا چوک تمام مرا چوک مرا آخری های خطی که بزی ای ماشاءالله نه بچه کلام نه من باز کنم سلامتی چه خلاکه نسترانه چه خلاک این دستا نرمال نیای کو این همون جراحی کردگی ای
یا دا تفیق مران کرد کی را زنگ نزدیم من کو دوجون رو دستشون ته با ماز پال شکرین ایشون Hay un pratek. دیگه که سالی که دو Hay un pratek. ایش بچه کیه بچه خدمه ها انا ایش ناتوره اختای ناتوری یا خیلی اخمه دوجون ولی که کی خریده؟ کجا؟ دستو در نمیکنه؟ ها؟ استا های کردن نمیتونی؟ Kau jangan merestik. Naga kira-kira itu. ماشینچت بخریم برای های کردن ها؟ Masih kamu aja. ماشینی کلونو؟ اینا بعد دوربینی دودار عزیزمون دوجون اومدیم دوجون ای مای تای ها ایش مای تای ها یارو همارا کی خریده تو Ini siapa ya? ای دودار تا ای دودار میشوه تو چند ساله شدی دوجون 5 ساله 6 ساله دست چخره دیگه درد نمیکنه خیلی دیگه رنگی پیشینه سوزوق نمیکنه ها کویا بار ایس سینی کامیرا ای باری ما بگی خیلی بدوریم کو ببینیم بچه‌ها را یا باری شوته Pratek siapa? کیرا Ya. ای باری ما داشت انا دیگه کویا بار دستوتا ایشون ته بچه‌ها را دستوتا بار خیلی خوب بیدن اینا دوستان عزیز یکم جراحی کرد دیگر این دستوت خیلی اوضاع باش میسوزه نمیتونه گرفت دوجو ها خیلی اساسی دیگه ولی کای کرده میتونی ها انا همون بچه‌ها را رحمان نمیگه اول هر روز دوریا میکردیم میسوزه غم میدونن دست کن ولی با دورایی که ایوجا دوده سرات خوده سی خیلی هیچ میتونی یکو ببودی شو دیگه نمیسوزن دادا تنها میگه دیگه بخورا اینا انا میدونی چی دوجو چیکار میکنیم وقتا برادرها را میگیم انشالله روزهای نزدیک میریم دوشنبه انا مو ماشین چوی گفتگی تا ها سینی بچه‌ها نگاه کاملا ماشین چوی گفتگی را سوار میکنیم تماشا های پارک زو پارک میریم بعد همه کسا میگه هزار رحمت که این قدوجون دستگیر کردی نه دوجون میشه ما بچه‌ها را 1000 رحمت میگه دوجون این مالا بسیار دوستان عزیز از همه سپاسگزاریم بعد چند مدت بعد دوربینی دودار عزیز دوجون اومدیم 1000 رحمت برای دستگیری شما از همه در چیزی بیزه این گوشتایی که زیادی میبینید خواتینش این دست بردار او دست مرا دوجون اینا با مرور زمان ان شاء الله میره و بعد جا این ای پیش نگاه کنید اینا دست نخل که ایشون نگاه کن یا با مرور زمان میره و چقدر که دوجون اینجا دونچه بود دستو کانتر میزده خون میومد نه خیلی دست میزده خون میومد حاجی خیلی کنی نکنی دیگه دست خون نمیانی خیلی بخفیم در نمیوی دیگه ها هیچ نمیتونی در نمیوی خیلی اینا دیگه در نمیوی که خیلی بهتر ده این با واسطه دورو اویسو میره فقط رحمان میگه که حتی برای که تو این پشتش هستن دوجونی جو تا برام پشتش هم هستن ان شاء الله که ناز بهتر بشه تو یا با پشتشون که بخید دوجون ایجاد بخید Hay un pratek. اینا نگاه کنه این جوش هم هستن فقط با واسطه دورو همه ایره یک گوره جراحی کرده نمیشه دوجون مایده همه دمو رحمت میگم که سلامتیش خوب شید انا یه بار دیگه دستورم کرد که شیر بچه‌ها بینن بعد هنوز بخدم میگیم اینا نگاه کنید خدا نگهبان هر یک موش دوستان 1000 رحمت برای دستتون ان شاء الله وارد دارم که انا خیلی کارهای خیره ترک نمیکنم